در کتاب الترغیب و الترهیب حضرت در باب دروغ آورده است. خوانده بودم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود که اذا کذب العبد، هر وقتایی که انسان دروغ میگوید، دروغ، تباعد الملک عنه میلا من نتن ما جاء به، هر وقتایی که انسان دروغ میگفته است، تباعد الملک عنه میلا من نتن ما جاء به، هر وقتای انسان دروغ میگفته است، ملائکه ها که خداوند ملائکه های را نزد ما و شما گذاشته است، برای نگاه و بین ما و شما گذاشته است، اونها از پهلوی ما میگریختند، میگریختند میلن، با مقدار میل از پهلوی ما میگریختند، من نتن ما جاء به، از همان دروغی که گفتی خداوند بوی بد را بیرون میکرده است که ملائکه ها دیگر در اطراف تو ایستادند، طاقت نداشتند. وقتی تو دروغ میگفته ای چگونه یک پیامبر میگوید من اکل البصل و الثوم و الکراس فلا یقربن مسجدنا فان الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. خیلی که یک آدم پیاز میخورد یا چیسناک میخورد یا یگان نمود علفهای بویناک میخورد، پیامبر گفتند شما به مسجد ما نزدیک نشوید، زیرا ملائکه ها آزار میابند از آن بویی که در پهلوی تو بودگی برادرهات آزار یافتند.